سلام خانوما، خسته نباشید. شرمنده مزاحم وقتتون شدیم. امروز یه چالشی داشتیم، این بود که دو تا سوال داشتیم. یکی این که جرأت یا حقیقت رو انتخاب کنید، یا یه سوال دیگه داریم در مورد زندگی. شما کدومش رو انتخاب میکنید؟ من جرأت و حقیقت. پس میمونه زندگی که من انتخاب میکنم. زندگی. چشم. جرأت یا حقیقت و در مورد دنیا. سوال اولم رو از شما میپرسیم، این هستش که در مورد دنیا شما یه خودکار دارین، یه قابلیت و توانایی دارین، یه مداد یا خودکار دارین، یه پاکن دارین، میتونین یه چیزی رو از دنیا حذف کنین و یه چیزی رو به دنیا اضافه کنین. انتخاب شما چیه؟ 100% با پاک کنم تمام رفیقای نامردم رو پاک میکردم، با اون خودکاره هر چی رفیق مشتی همه رو اضافه میکردم. جواب بسیار زیبایی بود، لذت بردیم. و جرأت یا حقیقت. خب سوالمون این هست که جرأت یا حقیقت، شما کدوم رو انتخاب میکنین؟ جرأت. جرأت. اگه میشه بی زحمتی که از عزیزان نزدیکتون زنگ بزنین، مادر، پدر، برادر، خواهر، و بهشون بگین که حالا هر چیزی که خودتون دوست دارین. بفرمایید. خب میریم سراغ بقیه مصاحبهمون. لطفاً تماس بگیرین. بی زحمت به ما بگین که به چه کسی زنگ زدین. مامانم. مامانتون. بله، بسیار عالی. جونم مامان. سلام مامان جان، خوبین؟ سلام مادر جان، خدا رو شکر خوبم. خدا چه خبر؟ قربان شما، سلامت باشین. سلامتی مامان. کجایی مامان جان؟ آمدم خونه رحمان مامان. میشه خونم تعلیم بود همگیمون دارن جاد خالی خیلی خوش گذشت. بعد دیگه از اونجا دیگه رحمان دیگه چند روز بازن که بیا اینجا چرا مامان جان ببخشید واسه صحبتت میپرم، میخوام یه حرفی بهت بزنم. من حقیقت با امین بحث خیلی شدیدی کردم. بعد تصمیمم گرفتم دیگه، میخوام ازش طلاق بگیرم. یه مدت با هم خیلی مشکل پیدا کردیم، من هیچی نگفتم. بیام مشهد، میتونید منو یه مدت ساپورت کنید یا نه؟ مامان رو که زده رو چش بری حرف نزد مامان جان، این حرف چیه؟ چه میگه مامان جان؟ همون یاد دیگه نزدیم مامان جان، همه چی بحثاییه، همه چی صحبتاییه. نه مامان جان خدا نکنه. امین بچه بسیار خوبی مامان جان. امین آقا آدم خوبیه، خودت هم آدم خوبی هستی، حرف نزن. حتی اگر شوخی جان حرفش درست نیست مامان جان. بالاخره من الان دارم همین میگم دیگه، من تصمیم گرفتم نمیتونم. ما با هم صحبت کردیم، میخوام طلاق توافقی انجام بدیم. آفرین باریکلا. مامان جان دیگه خب دیگه وقتی که نمیتونیم زندگی کنیم مامان جان چه کار کنیم؟ نه بابا خدا بخیر. بعد از این عمر بچه 22 ساله همچه کاره میزنه اصلا یاد نزن که هر ماده اصلا هر بینید که قابلی کجا مطلب چیه؟ بیرون اومدم دیگه. نه مامان که حرف نزن مامان. امین آقا آدم خوبیه، خودت هم زن خوبی هستی، هر دوتون زن شلال خوبی هستی. جونتون من یادی میگفتی که اگه بخوام خدا نکرده بخوام برای امین اتفاق بیفته دور از جون باشه که خدا من زودتر از امین ببره. یادته نه؟ مامان جان این یه چالش بود مامان جان، شوخی کردم. خودت میدونی من میدونی من هیچ همچی کاری رو نمیکنم. صدا داره ضبط میشه مامان جان، این برای مصاحبه گرفتیم. آره مامان جان، نه هیچ وقت من همچی کاری نمیکنم. خودت هم میدونی مامان جان، من بالاخره زندگی با همه پستی بلندیاش و همه به قول معروف خوبی‌ها و بدیاش بالاخره تو همه زندگی ها سختی هست، ولی خب ما هم دیگه رو دوست داریم و هم زندگی میکنیم. یک لحظه دیدم بیره یه لحظه هم گفتم داری شوخی شد سر میخواد بگذاره. باش مامان جان الان چیز کنم بعدا باز تماس میگیرم. باشه برو چرا که من بفرستی در من بفرستی. باشه مامان جان باشه یه خورده دل من گریر باشه مامان جان باشه. شرمنده. خدافظ. قربان مادر جان. نه برای زمان بذارید بکنم. چش خدافظ.
مرسی از مصاحبت خانوما، لطف کردین، خیلی ممنون. تشکر. شما محبت کردید، مرسی، خوشحال شدیم. حسابی زنده باشید، سالتون هم مبارک. مرسی ممنون. همچنین شما سلامت باشید. مامانمون رو ناراحت کردیم با این کار، ولی اشکال نداره، چالش خوبی بود. مرسی. مرسی از شما، باز هم تشکر. خداحافظتون. سلام. جرأت یا حقیقت؟ جرأت. آقا گفت جرأت. خب زنگ بزن به مادر، بعد رو که یه دختری رو تایید کردن میخوایم بریم خواستگاری. اگه زنگ نزنه؟ نه دیگه گفتی جرأت دیگه، زنگ بزن. الو. سلام. خوبم. سلامتی قربونت. مامان. الو. مامان میخوام برم خواستگاری، پای باش فردا شواهنگ کنم بریم. میخوام برم خواستگاری، میگم پای باش فردا شواهنگ کنیم بریم. شماره‌شو بفرستم زنگ بزنی. با کی؟ الان میام بعد با هم صحبت کنیم. پای هستی که بریم. الو. خود تو الان بعد با هم صحبت میکنیم. تو پای هستی که بریم. خب میگم بعد با هم صحبت میکنیم، تو فقط پای هستی که بریم. الان بله بگو. آره بگو برای چی؟ چشم. خیلی مرسی که نه برای خودم میخوام بریم خواستگاری، نه برای مامان. مرسی. خداحافظ. اولین چالشون به پایان رسید. خب این نفر بعدی. خب جرأت یا حقیقت؟ جرأت. تو ماجرا من بچه‌ها. شما هم زنگ بزن به مادر، بگو میخوایم بریم خواستگاری. امشب آماده باش بریم خواستگاری. یکی رو تایید کردم میخوایم بریم خواستگاری. دیگه که نه اصلا. بذار رو بلنگو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درست است تو فکر کنم جواب نداد. اگه جواب نده باید به بابات زنگ بزنی. سب کن آنتناش خراب. آنتناش خرابه. داره بوق میخوره. بچه استرس داره. الو. سلام خوبی مامان. سلام، حالت خوبه؟ خواب بودی مامان؟ نه بیدار بودم. بلندتر صحبت کن. بلند صحبت کنم، صدا نمیاد. نه صدا خوب نمیاد. حالا میاد صدا؟ حالا بهتر شد. مامان بله. راستش من از یه دختری خوشم اومده. خب خب میخوام برم چه خواستگاریش. خواستگاری؟ آره. پایه بریم؟ کی؟ نه چرا؟ همطور بی خبر بدون اجازه تو میخوای بری خواستگاری؟ دیگه یویی شد. یویی عاشق شدم. یعنی چه؟ پایه بریم مامان. همین مونده که من توی سنوفال تو رو بریم خواستگاری، من توی خواستگاری. مامان چالش بود. دیگه حق نداری پاتو بذاری تو خونه. مامان بدون مامان چالش بود مامان. دیگه حق نداری پاتو بذاری خونه. خب بریم سراغ نفر آخر. جرأت یا حقیقت؟ حقیقت. یکی گفت حقیقت. خب حقیقت. یکم فکر کنم چی بگم. از آخرین رابطه عاطفی واسه ما بگو. به پایان رسید یا هنوز پایداره؟ به پایان رسید. چرا اون وقت؟ بدترین رابطه ای که
بزرگترین زخم زندگیم از اون رابطه خوردم. بعد 5 سال به خاطر حالا شرایط مالی و اینا خیانت کرد. خیانت کرد بعد 5 سال. تو نگاه پول چه کاراشه نمیکنه که به خاطر پول عشق 5 سالش زیر پا گذاشته رفته. دمت گرم. مرسی. مراقب خودتون باشه. خدا دمت گرم. خدا باشم.